بلک فرایدی هستش. من اومدم خرید کنم حالا تا جایی بتونم براتون فیلم بگیرم. حالا بریم سر از قیمت رو بهتون نشون بدم. من الان اومدم برای پسرم یه دونه بولیز مثلا میخوام بخرم. بچه بولیزهای تامی 1400 کرون بوده، 25% آف خورده. بچه شورت های مثلا کلوین کلاین مردونه 3 تا دونه توشه 389 کرون قیمتشه، 30% هم آف خورده. حالا 389 کرون میشه حدود 6 میلیون ایرانی. ببینیم مثلا کت های هوگو باس قیمت قبلش رو من نمیتونم ببینم، ولی الان مثلا زده 1499 کرون. اینا مردونه هستش. کلن بچه اینو بگم الان دیگه موقعی خرید کردن کریسمسه، یعنی اگه بخوای خرید کنی باید امروز خریدتو انجام بدی. دانمارک یه کشور واقعا گرونیه، کلن همه چی اینجا گرونه. مثلا اینجا قسمت تیشرت های مردونه هوگو باسه، اینجا مثلا 25% بیشتر آف نخورده، قیمتش هم هستش 549 کرون. بچه اینجا قسمت عطر و اینجور چیزاست، مثلا کلن عطرشون همه اینجا 25% آف خورده، هر برندی که شما بخواید. بعد بچه توی دانمارک توی معمولا نزدیک کریسمس که میشه یه جعبه ها و وسایل رو آماده میکنن که 2-3 تا قلم جنس توشونه، شما میتونین بخرین برای کادوهای کریسمس. اینا هم همه جعبه های کریسمسی 25% آف خوردن. بچه مثلا این 700 کرونه 25% هم آف خورده. این یه دونه از این جیبیا داره و یه دونه هم ادو پرفیوم داره که 30 میله، اینم 10 میله بغلیش. توی داما شما همه چی رو میتونین تست کنین و میتونین بهشون بگین که من از این و از این و از این میخوام با خودم ببرم برای تست و براتون تهیه میکنن. اگه تستر داشته باشن که بهتون میدن، اگه نداشته باشن که براتون درست میکنن همون لحظه. اینم شیسدوه که اینم باز دوباره 25% آف خورده. اصلا کلا اینجا من فکر کنم همه چی 25%، بیش از 25% اصلا نیستش. ندیدم فعلا که ندیدم. اینجا هم لباسای زیر زنونه هستش، باز دوباره اینا 25% همشون تخفیف کرده. بچه کلا من این شرطایی که اومدم اسمش هستش سلینگ. کلا اینجا برندهای معروف دنیا هستن، یعنی که خیلی برندهای گرونی اینجا هستش، برای هم میگه تخفیفا خیلی کمه، 25% بیشتر نیستش. ولی الان اومدم قسمت بچه‌ها دیدم که تخفیف 40% هم داره. مثلا من اومدم لباس برای بچه‌ها نگاه کنم، پسرای من 9 سال و نیمشونه. مثلا این هودی کلوین کلاین 600 کرون بوده، الان 30% تخفیف گذاشته. خب اوکیه. مثلا برندهای مثل کلوین کلاین، آرمانی، اینجور چیزا دیگه بیشتر از این تخفیف بهشون نمیخوره.